شما حق دارید که از شما واقعا ابراز امتنان شود. ما چرا شام فرهنگی میگیریم؟ شام فیلم، شام شعر، شام سخن. به خاطر اینکه ما نسبت به هر ملتی ضرورت داریم. ملت ما را هیچ چیزی نتوانست به ملت تبدیل کنه. گمان بسیاری از متفکرین، فیلسوفان، محققین است که مردم افغانستان دارای ساختار کاملا ویژه است که با هیچ ملتی در دنیا شبیه سازی شده نمیتونه. روانش، تاریخش، روایتش، گفتارش. و این گپام دانشمندان و محققین اضافه کردن که فقط کار فرهنگی، کار هنری میتونه که ملت بسازد. پس بر همه ماست که دست به دست هم بدیم این سرزمین ویران یک بار دیگر بسازیم، ولی نه به شکل شعار که فقط در پشت مایک شعار بدیم که بیایی که این وطن بسازیم. کم کمک بدیم به پای کارهای عملی تر، کارها را معمیق‌تر بسازیم. و ما این شام به این خاطر برگزار کردیم که ما بارها گفتیم این گپه که ما باید این رسم مروج بسازیم که نقد اثر در حضور هنرمند، نقد مؤلف، نقد تالیف در حضور مؤلف. به می خاطر آمسته که ما این شام فیلم خدا نامش ماندیم که نقد آفرینش در حضور آفرینشگر. دیر نی بسیار مازی های بعیده نی که 3 هفته قبل شاید در این تالار یا تالار دیگه ما باز هم نقد آفرینش در حضور آفرینشگر داشتیم. خانم همیران کردست گیرزاده با 2 مجموعه شعرش هم مورد بررسی و نقد قرار گرفت، هم مورد استقبال و بزرگداشت. بیایید که آهسته آهسته این رسم مروج کنیم. ما در فدراسیون اروپایی مهاجرین افغان و هاکذا در فدراسیون هلند کارهای فرهنگی را ما انجام دادیم. فدراسیون هلند طی 15-16 سال کارهای را انجام داده و بنده طی 12 سال در فدراسیون فرو من جمله دیگر دوستایی که در اینجا شریک هستند تلاش داریم که ما کارهای قوی‌تر، عمیق‌تر، پرپهنا و پرژرفا را انجام بدیم. ولی چرا نمی‌تونیم؟ سوال اساسی نیست که چرا ما نمیتونیم. یک دلیلش شاید این باشه که ما ظرفیت ما ته کشیده، شاید این دلیل کوچک است، ولی دلیل اصلی است که ما نگرش ها و روش های ما در حوزه برگزاری محافل، در حوزه نقد آثار درست نیست. ما همیشه گفتیم که بجای مرگ مؤلف رفتیم به قتل مؤلف، بجای نقد تالیف رفتیم به کوبیدن مؤلف. این چیزا را که ما نشکنانیم، از بین نبریم، خود یک مقدار استاندارد و درست نسازیم، این فرهنگ ساخته نمیشه. فرهنگ شاعر یک تئوری قدیمی است تا هنوز آن پاورجاست که فرهنگ توده ها می سازد. این دجایش، ولی فرهنگ شاعر می سازد، هنرمندای مختلف می سازد که در قلمروهای مختلف گام می زند تا که هنرمندای افغانستان، متفکرین افغانستان، هاکذا سیاستمداران معقول افغانستان دست به دست هم ندن و این ملک از لحاظ فرهنگی با پای ایستاد نکنن، این وطن دیگر وطن نمیشه. به این خاطر ما شام فیلم برگزار کردیم. این شام فیلم همان گونه که در آغاز گفته شد به افتخار سیبی از بهشت، فیلم هنری سیبی از بهشت ما این دایر کردیم. شاید این کار دیگران کرده باشد، ولی جمعی که در اینجا حضور داره میخواهیم که نقد فیلم در حضور سناریست و کارگردان ببینند. این میراث اگر ما
پایه های ابتداییش بگذاریم که بیاییم بسیار با گردن های افراخته در پیشروی سناریست و کارگردان فیلمش مورد بررسی و نقد قرار بدیم، مشروط به این که ما توجه ما به خود اثر باشه نه به خالق اثر. هرگاه ما میریم به جای نقد تالیف به طرف نقد مؤلف میریم، بسیار کلاسیک است. دقیقاً در مرگ اینمی قسم نقد در 1968 توسط رولان بارت اعلان شد دیگه. رولان بارت اعلان کرد مثلا دیگه که نقد به بهانه نقد تالیف، نقد مؤلف دورانش ختم است، لااقل در اروپا. حالا از اون دوره تا حال 50 سال شد. ما افغانا حداقل باید 50 سال همیش ما 500 سال عقب هستیم از گپای اساسی و مستحکم، ولی گپا را ما باید تطبیق کرده بریم دیگه. آهسته 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 آهسته. همین نام نقد که میگیری، فیلمساز میترسه، شاعر میترسه، نقاش میترسه، همه کس میترسه که نقد بیخی در اینجا به قتل مؤلف و قتل آفرینشگر تبدیل شده. و مو خاطر هم است که از نقد حضوری همه کس میگروزه. بیایید آهسته آهسته را باب کنیم، باعث یک میراث بریم به پای ای که کمی عمیق‌تر شویم، به پای نقدای حضوری بریم، آهسته آهسته یک نسل جدید جوانان را تربیت کنیم که نسل به این میراث های ناقص ما را به شانه بکشه و ما پیش بریم. امشب به افتخار نمایش سیبی از بهشت و نقد فیلم سیبی از بهشت برای شما حوصله‌مندی می‌خوایم. خب دوستان اگر زیاد منتظر نمیمانیم فقط چیزی که باید گفته شود در اول نظر به خواهش آقای مروت یک فیلم کوتاه را میبینیم به نام آرزو که در سال 1985 اینا تهیه کردن. فیلم مستند است و اولین کار اثر هنری آقای مروت است که به این شکل ما میتونیم که در نقد خود همین تکامل تکنیک‌های فیلمی و هم ایده و سوژه فیلم تماشا کنیم. خب خانم مریجه میتونیم که فیلم